دادگاه نوی پریولسک شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه پرونده جنایتی سابق سردار شعبه پلیس گورک پالکوونیک رافائیل گابازوف را بررسی میکند. منصبدار بلندپایه پلیس را یک صاحبکار از تاجیکستان مالک قهوه‌خانه وستاچنایا کوخنیا عبدالرحمن جان کریم جانوف به تمجید و ریکت ابدار میکند. صاحبکار تاجیک گفت سردار پلیس از سال 2017 حال تجارتی او را تباه کرده است. پیوسته کارمندان پلیس و اداره های دیگر را برای تفتیش به قهوه‌خانه او میفرستاد و مجبور میکرد که به وی داله دهند. کریم جانوف از دادن داله سر کشیده به دادستانی و کمیته تفتیشات شکایت برد. کریم جانوف به تفتیشات نقل کرد که از نام پالکوونیک گابازوف 1 میلیون رفت پول طلب میکرد. اول 2 میلیون روبل طلب داشت، بعد 1 میلیون. تفتیشات معلوم کرد که نقش میلیون را مدیر کارخانه دولتی تطریبخواست حیدر گریفولین بازی میکرد. او نیز حالا برای میلیون روی در گرفتن پاره به مبلغ بزرگ در کرسی عیبداری نشسته است. بنا به گزارش نشریه ویچرنای کازان، خود رافائیل گابازوف که فعلا در نفقه قرار دارد با بیرون رفتن از حد وکالت منصب، سوءقصد به گرفتن پاره به مبلغ بزرگ و ممانعت به فعالیت صاحبکاری یعنی ریکت ابدار می شود. بنا به این منبع در دادگاه نبیره 21 ساله عبدالرحمن جان کریم جانوف محمد نیز بیانات داده است. محمد جان طریق ویدیو بیانات داد چون که از تعقیبات پیوسته سردار پلیس چنین به جان آمده است که از قزان به کشور کراسنودار فرار کرده است. تفتیشات میگوید وقتی محمد جان همگی 17 سال داشت سردار پلیس او را خودسرانه دستگیر کرده در شعبه پلیس چند ساعت نگاه داشته است. بابای محمد جان در دادگاه گفت این قضیه باید همچون آدم ربایی ارزیابی شود. رافائیل گابازوف در دادگاه تلاش دارد تا خود را سفید کند. او از جمله ربودن نبیره صاحبکار تاجیک را رد کرده گفته است که محمد جان را بابایش همچون سلاح استفاده میبرد تا وی را به زندان شینانند.